3 سال آخر خمینی در حصر خانگی بود، بیهوشش میکردن، مواد بهش میدادن، یه چیزی میخورد قرص بیهوش میشد، شستش و انگشتش و پسرش احمد خمینی میزد زیر نامه ها. چرا؟ چون هاشمی و خامنه‌ای مستقیما به احمد گفتن که بابا که بره به جز تو کی رهبر باشه. این بچه هم گولش زده بودن، خمینی رو بیهوش میکردن، تو حصر خانگی کرده بودن، بعد آخرش هم تو بیمارستان بیهوش و اینا، و 50,000 تا سند زدن روش با انگشتی که پسرش احمد خمینی میزه زیرش اینا. بعدم یه گوشی گذاشتن دم گوش احمد که مثلا تلفن زده، احمد رفت رو هوا توسط هاشمی و خامنه‌ای. هاشمی و خامنه‌ای کشور رو تقسیم کردن. کی این کارو کرد؟ هاشمی، چون هاشمی تو خونه خمینی بود. هاشمی کی بود؟ یک بهایی ازلی وسط خانواده خمینی همینطوری کوسه میرفت. خامنه‌ای دشمن خمینی بود. خمینی خب میگفت این هاشمی عوضیه، نمیدونست پسرش داره خیانت میکنه اون وسط. آقای هاشمی نگذاشت این جریان افشا بشه و معلوم بشه. حضرت امام رو ترور کردن، به قتل رسوندن.